پارس گروپ شما را به دیدن این برنامه دعوت می کند. پرسخ خیلی مبارک. مرسی، خیلی متشکرم. دیگه قبلش بخوام یه چیزی بگم، دیگه دارم تقریبا نزدیک 40 میشم ان شاءالله. یکی دو سال دیگه مونده و عرض به حضورت که یاد باشه پارسالم همچین روزی تولدم آره بازی ایران و آرژانتین بود و دورم بودیم دیگه. امسال هم قسمت ماست. پارسال که قدمتون خوب بود، سال خیلی خوبی داشتم. امیدوارم که امسالم این اتفاق بیفته. مهمترین اتفاق امشب علاوه بر فوتبال تولد آقای پورسرخ. این همون سورپرایزیه که من واسه مخاطبای تی پلاس گفتم. خیلی حرف نمیزنم، 1 2 3 میگیم و کیکو میریم. آقای مهدی ماهانی به جای شیطونه بله 1 2 2 3 رو گرفتی؟ والله انصافا نه، من به اونجا نرسیده. امروز روز تولد یا دیروز بود؟ امروز دیگه. آره. آقا تولدتون کی میگیریم؟ تولد که اونجوری که بخوام مراسم و اینا بگیرم که نیست. نه اصلا. مراسم نمیگن، کنسرت میذارن تولد آقای پور. نه بابا اینجوری باشه که نه واقعا خیلی اهل مراسم نیستم. همینجوری اومدم، خیلی هم خوشحالم که کنار مردمم تولدم. چند وقت اصلا یه مثل گذشته خبر ازت نیست، یعنی فکر کنم داری چرا خاموش کار می‌کنی. علتش چیه؟ والا خداییش که خیلی سخت بود. خیلی هم خوشحالم که این اتفاق، یعنی اتفاق خوشایندیه برای من. خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره یه کوچولو در واقع متمرکزتر بتونم از دست بعضی از دوستان کار کنم. خوب چیزی که خودم میخوام. خیلی هم خوشحالم، خیلی هم در واقع با نقشه دارم میرم برای این قضیه. خیلی میگن بازیگر اگه حاشیه نداشته باشه شاید افت کنه، ولی البته ماشاءالله تو الان داری کاراتو انجام میدی، ولی اون حاشیه‌ها رو کم رنگ کرد. ببین بالاخره حاشیه برای هر کسی به وجود میاد، ولی من خب تمام تلاشم اینه که حاشیه‌ها رو کنترل کنم یا نذارم حاشیه‌ای که در واقع باعث بشه یک وجهه نامناسبی در واقع تو ذهن کسی شکل بنده اون وجهه رو دست بدم. همین. خیلی‌ها این یکی دو روزه تو صفحه اینستاگرام و حالا فیسبوک و اینا کلی تبریک به تو گفتن. اگه بخوای ازشون تشکر کنی از طریق دوربین ما چی میگی؟ من هر کسی که تو ذهنش بود حالا وقت کرد تبریک بگه، وقت نکرد، در حال از همه متشکرم که یاد من بودن، وقتشون رو برای من گذاشتن و واقعا از صمیم قلبم عذر میخوام که نمیتونم 1 به 1 پاسخگو باشم و تشکر کنم از محبتشون. برای همین اینجا از همه کسایی که یاد من بودن، از همکارام، از دوستان و همینطور مردم خوبمون که همیشه لطف دارن و هر جایی که هستیم هممون به واسطه محبت اوناست، از اون مردمم تشکر کنم. آرزوی شب تولد سال پیشتون یادتونه چی بود؟ بله. من آرزوام همش یه چیزه، واقعا بدون از شعار زدگی اینا، واقعا سلامت خودم و خانواده‌مه. آره. آقا چند ساله شدی شما؟ 44. نه بابا. نه من میخواستم تشکر کنم از بچه‌ای که این کار کردن. من واقعا سورپرایز شدم، خیلی ممنون. و اینکه عذر میخوام اگر ظاهرم شاید خیلی آماده نبود، چون من فقط اومده بودم فوتبال ببینم. مرسی. خوشتیپ همیشه خوشتیپ قربان. بزرگترین آرزوی امسالتون هم ما بگین و ما رفع زود می‌کنیم. ان شاءالله دلار برگرده به قیمت قبلش بعد از سلامتی. اینقدر در واقع اقتصادی دارین؟ نه ان شاءالله همه مردم سلامت باشن، به حقشون برسن، در آسایش زندگی کنن. به امید خدا ان شاءالله که سال خوبی داشته باشین. امسال آقای پورسرخ توی سریال کیمیا هم بازی کرده، تو رستاخیز هم بازی کردن. مثل همیشه دوست داشتنی و بهترین ها رو تو شب تولدشون واسهشون آرزو می‌کنم. مشکلات اقتصادی مردم بود. بله اون که یک آرزوی کلی برای همه مردم بود. بله حل شدن اقتصادی مشکل والا مشکل اقتصادی که واقعیتش حل شدنش زمان بره
اگر در واقع بعضی از دوستان از منفعت‌های خودشون بگذرن و یک مقداری اجازه بدن کار دست کاردان بیفته و مطمئنم که مملکت مسیر خودش رو بهتر پیدا میکنه. رفیقتون هم که متأهل شد و سام درخشانی. آره از همینجا بهش تبریک میگم. ایشالله. امیدواریم از تماشای این برنامه لذت برده باشید.